در محبس افتاد. من آنقدر هم دوست نمیدم. مبلغ ندارم سری وقت بابایوتیا. تو نبینا هستی. چشمانشون بینا میکنم. شوهری من در زندان می باشد در شهر مسکو. میگه من هر گپ میگن اوچت کورای تخدت کوری. 10 سال می شود اجاره ده میشینم. آوردن در خانه من پرت افتادن ما. جمیله سلیمова جوانزن 33 ساله از چشم بینا محروم به اداره سامانه عائله زنگ زده خواهش نمود که باری از زندگی پردردش آگاه گرده. این زنی اذیت کشیده با 2 فرزند خردسال 10 سال باز در بدر آواره و سرگردان است. شوهرش 6 سال باز در زندان بوده. جمیله نمیداند با 2 طفل خردسال که یکیش نقصان چشم دارد سرش را به کدام در زند. بیاید تماشابینان عزیز زندگی پردرد جمیله سلیمова را با چشم خود میبینیم. من سلیمова جمیله می باشم. طولی 10 سال می شود اجاره ده میشینم. خیلی زندگی هم وزبین است. مشکل است زندگی ما پیش بردن. با 2 فرزندم نمیدانم چیکار کنم. با کجا مراجعت کنم. هر جا که میرم میشنم صاحب خانه ها به سرم داد فیغان میکنم. سببی که مبلغ ندارم سری وقت بابایوتیا. شوهری من در زندان می باشد در شهر مسکو. چرا در خانه شوهر نشستی؟ در خانه پدر و مادری اون؟ آیله و یا بسیار بود. از حساب عصبهایم در سرم زخمی پیدا شد. امی پره سرم در می قدر شد. آوردن در خانه من پرت افتادن ما. پدرم گرفت اپراسیون جراحی کردن. باز رفتم زندگی دوام دادم که زندگی نشد. عصبم نبرداشت. وقتای آخر زرینیم پس شد. کورم گفته تهنه می کردن. چی سبب شد که یکی از بار نابینا شد؟ عذاب، گریه، خاری و زاری، در بدری. به همین خاطر چشمم هسته به همین راه آمد. مبلغی نداشتم که توبت کنم بینم سلامتی خودم رو. اطرافیان کمک نمی‌کردن؟ پدر، برادر که اون؟ پدر من مسافری 84 سال این حال در بالای جاگه خواب است. نمیتونم چه زندگی ما پیش برم. میبینم که هوای خونه‌تون بسیار خنک است. فرزندانتون بیمار نمیشن؟ کسل میشوند، کسوز میکنم، توبت میکنم کم و بیش. با همین چیکار کنم آخه پول نیست که برای اومد دارو بگیرم، سر لباسی غوث بگیرم یا یگان اجاره نقض گیرم، پول نیست هم قیمت. اپای جمیله میبینم که دخترچه‌تان هم مثل خودتان عینک پوشیده است. یگان مشکل دارد؟ ما ایرا نمیدونستم که چشماش خیره. وقتی مکتب رفت اونجا پرتش و وایش رو ندید. گفتن معلم مراجعت کرد که دختر شما نمیبینه. اومده با دکتر بر نشان ته. یک مرتبه بردن نشان دادم. گفتن که زیرینش کمه. ایره توبت کردن در کاره. دیگه من دختر من صنف 3 میشوه. یکم بار به نزد دکتر نبردم که مقصد کسلش چی کسله دیگه هیچیش نمیدونم. من مبلغ ندارم که برای جراحی یا به نزد دکتر رفتن ندارم. شرایط امکانیت برای بردن دکتر ندارم. خواهر جان چی نام داره؟ پروینه. چند سال داره؟ 9 سال دارم. صنف 3 میخونی؟ در مکتب چی نمیخونی؟ در مکتب نقص نخونم. یک پسر است او کمی میگوید که تو نابینا هستی. این در خانه در کوچه اچکیوش بسیار وقت نمیمونه. میگه من هر گپ میگن اوچت کورای تخدت کوری. کیشی در میخونی؟ من میخوام کلان شوم، دیزاینر شوم. بسیار رسمای خوب میکشه. بسیار همش 5 از تونیشش خوب. من اینجا به علی با ماش هست خود من بخیل میبینم عکس میبینم همه خیل میکشه میتیه. پدر پیاد میکنی؟ دوست میداشتی؟ دوست میداشتم اما از وقتی که
در محبس افتاد. من آنقدر هم دوست نداشتم. برای چی؟ چون که وقتی که به محبس افتاد دیگر زنگ نمیزد. تنها در 4-5 ماه بعد یک مرتبه زنگ میزد و اصلا ما با خبر نشد. خلاص. این حال اگر پدرت رو تماشا کنه چی میگویی؟ پدرم رو تماشا کنم میگویم دوستتان میدارم. چی نام داری خواهر جان؟ رجمو چند سال داری؟ 7 سال. مکتب میخونی؟ ها سنفی چند؟ یک. تو کلان شوی چی کاره میشوی؟ دکتر با کدام خاطر دکتر میشوی؟ برای مادر اپم چشمان نشونم بینه میکنم. اپای جمیله کمی هموشد از زندگی شما با خبر گردیدیم. مقصد از مراجعت شما با این برنامه که ما که امید آخرین نام دارد چی است؟ مجبور میشیده از زور می اومده تا بعد مراجعت میکردی. تا همین قدر سالمه به هیچ کس درد دلم رو گفتگی نبودم، چون که شهر می داشتم که از حالی من میبینن این روز میگوین که تو همون زنی. از قسمت نصیب همین بود است. من خواهش میکنم که برای ما فرزندام دستیاری گیرد. ما برنامه ها رو تماشا میکنیم، قطعی دخترچم به همه یاردم میکنم و توفای خوب میتین. دخترای من آرزو میکند که اوچه خدمانکای صاحبی خانه میشویم. به همین خاطر به سامانه اویلا من مراجعت کردم که از حال ما باخبر شود، به ما دستیاری رسونم. من احتراماً خواهش دارم که از تمامی حاجیای سخاوتمندای تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان که میتوانند دستی یک همبغل رو بگیرن، از آنها خواهش دارم که دستی ما رو نیز بگیرن. اقلا کمی هم باشد من همین دخترچم به دکتر نشان دهم که از سلامتی این با خبر شوم که این چی درد دارد. امروز من از سلامتی خودم با خبر شدم که من دیگر نمیتوانم دیده و آهسته آهسته چشمان من سفید میگردد. در یگان حالتی ناگواری، در یگان استرس دکترها به من پیشنهاد کردن که نمیتوانی دیگر دید. اقلا کمی هم باشد همین دخترچم رو توبت کنم. خواهش من آن است که من میخواهم در این یک خانه داشته باشم، به خودم و به خواهرم به مادرم کار داشته باشم. نمیخواهم در چنین خانه ها نشینم تا که صاحب های خانه آمده ما رو سرزنش نکنند.